کوهان رفت منزل به منزل چون آبی دریا از دیده بودیم. سالی کوهان رفت منزل به منزل، سالی نو آمد نشد امیدت. خوش باش ای دل، خوش باش ای دل. چون آبی دریا از دیده بودیم. سالی کوهان رفت منزل به منزل چون آبی دریا. سلام علیکم بینندگان این ویدیو. ما حالا در دفتر مرکزی فرهنگی توجیکان ولایت الماتا به نام سفر هستیم در کشور قزاقستان، شهر تلدی کورگان. میخواهم معرفی کنم رئیس محترم رئیس جمعیت فرهنگی هستم و میخواستم چند سخن نسبتی چون در آستانه تمام شدن روزهای آخران سال نوی هستیم و فرارسیدن سال نو، یک عرض و تمنیاتی که دارم نسبتی مردم تاجیک بگویم و تبریک کنم. سلام برادران گرامی و هموطنان عزیز. اولا شخصا از نام خودم و از نام جمعیت فرهنگی به نام برادر سفر همه شمایان را، هموطنان عزیز و تاجیکستانیان عزیز و تاجیکان برونمرزی که در وطن قزاقستان زندگی کار و فعالیت دارند، همه شمایان و فرارسی سال نو میلادی 2020 از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته و همه شما تن صحت و سلامتی، آسمان صاف و بی‌غبار را تمنا دارم. همه خوشی‌های زندگی را سال نو 2020 سال نو میلادی مبارک باشد هموطنان عزیز. و میخواهم که در سال 2020 همه تاجیکانی که در قزاقستان زندگی میکنند آمده در گرد این جمعیت فرهنگی سفر گرد جمع آمده خیلی هم خوشنود میشدیم. زنده و سالم باشد. خب بنده نیز در نوبت خود گفتنی هستم که در حقیقت سالی خوب و خوشی بود با تمام بردها، باختها و پیروزی ها. بعضی ها آمدند و بعضی ها خواهند آمد و بعضی ها در این سالها رفتند و خواهند رفت. طبیعت زندگی همین است، ولی کار می رود. این جمعیت مرکزی فرهنگی سفر صرف جمعیت فرهنگی است و برای یعنی پیشبرد و معرفی نمودن فرهنگ تاجیکان مقیم قزاقستان تأسیس شده است و در چارچوب قانون و مقررات قزاقستان و اساسنامه خود در تحت پوشش اسامبله خلق قزاقستان فعالیت میکند. این کمی بود معلومات خلاصه برای معرفی نمودن جمعیت. و در قزاقستان تاجیک زیاد است و هم مرکز فرهنگی دارم، ولی میخواستم بگم که از روزی که جمعیت تأسیس شد از 2016 تا به امروز خیلی کارها و فعالیت‌های چشمرسی کرد که شایسته جایزه های هم شد و شایسته افتخارنامه ها هم شد این جمعیت. و در 3 گوشه کنار قزاقستان در خود همین ولایت الماتا 3 تا دفتر کاری یعنی آفیس داریم و در تمام این مدتی که چند سالی که صد به صد رسید این جمعیت فقط صرفا به کارهای فرهنگی و معرفی و بلند برداشتن سطح علم و آموزش تاجیکان مقیم قزاقستان و الماتا و ولایت الماتا مشغول بود. فعالانه در تمام برنامه هایی که از طرف حکومت تاجیکستان می شود و در چارچوب مقررات و قانون هایی که در سفارتخانه می شود، یکی از فعالترین جمعیت ها است که فعالیت می کند و در تمام معرکه ها و جمعیت های چاره‌بینی فرهنگی که در قزاقستان در مرکز یعنی ولایت و تحت حمایه اسامبله خلق می شود فعالیت می کند. همین خیلی گفتم قبلا شایسته افتخارنامه ها شد و باعث افتخار شد برای تمام تاجیکان مقیم قزاقستان. از جمله مطمئنا میتونم بگم که این جمعیتی که از جمعیت‌هایی است که در الماتا، ولایت الماتا و خود شهر الماتا اکثر مردم تاجیکی که در اینجا زندگی میکنند دستگیری کردن در گرد اطراف این جمعیت هستند. با یکی اینها
سال نو رو تبریک میگویم و از هر یکی از برادرایی که عین حال در این آفیس نبودن امروز در این چهاربینای سال نوی ولی همیشه با ما هستند تبریک میگویم، تشکر میکنم. بگذار همیشه ما در بر همدیگر صادق و مثلا دستگیر همدیگر باشیم و یادتون نرود، همیشه فراموش نکنید که هر کاری که امروز شما در راستای دستگیری جمعیت فرهنگی میکنید برای نسل آینده ما و شما، فرزندای ما و شما میموند جمعیت آباد. برای همین همکسب بیاید یک مشت شویم، دست به دست هم دهیم، متحد کار رو پیش بریم. ان شاء الله میتوانم یعنی با اطمینان کامل گویم که جمعیت فرهنگی سفر یکی از جمعیت‌های هستش که در طول مدتی که چند سال من در تحت حمایه اسامبله نرود قزاقستان کار و فعالیت کردم تنها جمعیتی هست و تاجیکان الماتو و ولایت الماتو تنها تاجیکانی هستند که نوروز و تمام چهاربینی‌ها رو در سطح ریسپوبلیکوی جشن میگیرند. از همین جهت باعث افتخار است که مردم اعتماد میکنند به این جمعیت‌هایی که در الماتو هستند و از جمله جمعیت سفر در این مدت 3-4 سالی که بود تمام چهاربینی‌های ریسپوبلیکوی رو گذراند. نوروزها رو در تلویزیون قزاقستان چندین بار برنامه‌هاش رو نشان دادن و در یوتیوب ها هست و در تلویزیون تاجیکستان نیز نشان دادن. از همین جهت میخواهم بگم که تمام تاجیکان مقیم قزاقستان و دنیا و تاجیکان تاجیکستان رو همیشه ما هر کجایی که نباشیم تاجیک هستیم و تاجیک میمونیم، باید قلباً صمیماً و یعنی نزد وجدان خود پاک باشیم، برای ملت خود چی توانایی که داریم خدمت کنیم. سال نو خوب و خوشی داشته باشید در پیش. البته این سال به پایان رسید و جمعیت فرهنگی سفر بر اساس برنامه‌ای که حاضر با رئیس شدیم هماهنگی شد، باز خیلی برنامه‌های جالبی خوبتر دارد که در سال آینده ان شاءالله که باز سزاوار دستاوردهای نو میشویم. سال نوتان مبارک باشه دوستان. شادی از دوره خوبی آزادی است، گردن